من عزیزان یک فارسی شعری هست که احتمالا شما مچنش کتا که اولیشین که من از بیگانگان هرگز ننالم، که منش در آمد و بیگانگان هیچ گلگی نیست، که هرچی نیسرا یارگند همی وطیند. حالا لگوران در بلوچستان دارن خیانت کنند و جمهوری اسلامی به خاطر توانی که این لگوران در بلوچستان به آیداتا داری جنایت کند. بله ایده ما گلگی هست، گلگ شعب بلوچانیه که بلوچستان در آیند و تریبونش هست و انگت تنی و همه سیاستی برند که به ضرر بلوچ و بلوچستانه. آیه ترشابی شما یک بلوچی بسیار انسان توانمندی، شبکه کلمه ما یک کلیپ دیست که واجب بار بار اصرار بر ایشیه کند که مردم بلوچ لفظ ملت بلوچ استفاده نکند. حال اگر مولانا عبدالحمید لفظ ملت بلوچ استفاده نکند، یک مزنه علتی ایشیند که همه لفظ ملت بلوچ یک لفظ سیاسی و در داخل ایران یعنی دشمنان مولانا عبدالحمید، دشمنان ملت بلوچ ریشی توانه استفاده های بسیار کلانی بکنن. به این خاطر مولانا عبدالحمید لفظ ملت بلوچ استفاده نکن، بله آیه ترشابی پرچه استفاده نکن. اذا خطاب ما آقای ترشابی که آقای ترشابی، اگر شما بر این باوری که بعد از جمهوری اسلامی دوباره یک سیستم تمرکزگرایی بر سر کار بیاید، دوباره تمامیت خواهان بر سر کار بیاین، دوباره بلوچستان استاندارش تهران تعیین بگی، گر ایشم گپ درسته شما بشه مردم بلوچ و ملت ایران. بله اگر شما بر قائل بریشی و برای بحثایی که شما همیشه داری کنید و سیاسیون و باید متوجه ببی که وقتی گجر یه مارا ملت بوتن مارا انکار کن بخاطر چین؟ بخاطر ضایع کنگ حق منو توین. اگر گجر قبول کن که منو تو یک ملتیه، مجبور من تر حق بدند، مجبور که من تر حق تعیین سرنوشت موافقت بکن گما شما، مجبور که حق حاکمیت منو تر به رسمیت جه بیاری، مجبور بی که حق آموزش به زبان مادری به رسمیت جه بیاری. به خاطر ملت بوتن من تر انکار که من تروشی قوم. سیاستی که در زمان رضاخان فاشیست های سواددار، فاشیست های روشنفکر آیرش جاکو ایشیت که ملت ایران دولت واحد، ملت واحد، زبان واحد، تیشی که منوتی هویتش بین ببره، منوتی عظمت تاریخی شبین ببره، منوتر انکار بکنه، منوتر شبین ببرند فرهنگ و هویت منوتر به خاطر لفظ ملت ایران. وگرنه به هزار فکت علمی راحت ثابت کنگی بی که لفظ ملت ایران اشتباهند. ایران یک کشور کثیر الملت، ایران متشکل یک ملت نه بلکه متشکل از ملت های مختلفه، ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب. و ملت یعنی چی؟ هر زمانی که یک گروه، یک جامعه انسانی، یک گروه انسانی زبان مشترک داشته بین، فرهنگ مشترک داشته بین، تاریخ و تمدن مشترک داشته بین، سرزمین مشترک داشته بین، خب شان گوشه ملت. آیا من تی بلوچ زبان گو گجر زبان یکی؟ آیا من تی لباس گو گجر لباس یکی؟ آیا من تی زبان گو عربان الاهواز یکی؟ آیا من تی زبان گو کردان یکی؟ فرهنگ ما متفاوتن. ما واقعا ما یک ملتیه و کسی که یه ملت بودن انکار کن بخاطرشی که منوتی حقوق انکار بکن. حالا من سوال آقای ترشابی ایشیه که تو باز هم به عنوان یک بلوچی چون بستی زبان سراتنی وحده نیه که تو بوشه ملت بلوچ، که مروچی تو به عنوان یک بلوچی که تو تریبونت ها و تو توانه خبر بکنش حق ملت وحده بگوشه، تو بازم یای مردم کنه. یعنی همه سیاستی که رضای پهلوی داری اعمال که همه سیاستی که تمامیت خواهان و مرکزگرایان و سلطنت طلبان داره آیر دیمای برن، تو داره بر مبنای احتی خبر، یعنی شیر نشانه دن که تو داره بر مبنای این سیاست داره دیمای رو. عزیز ما، ملت بلوچ یک ملتی و این ملت حق ها در آینده سرزمین و به دست بگیری. ما را حق دولت ملی داشته بی، ما را حق بلوچستان به دست بلوچ اداره بی. وقتی تو من ملت بودن انکار کنه، کلیه من حقوق داره انکار کنه. آیه ترشابی شتو من خواهشم یک انسان بیداری همیشه ما به شخصه پر تو احترام قائل بودم، بله دید نه که به نفع ملت بلوچ بگیم.
دید نه که به نفع تیم مردمان که داخل بلوچستان دارن زندگی کنن به نفع آیان به بعد جمهوری اسلامی. پس من خواهشش هر بلوچی که تریبون داری گب شینت که من خواهش که عزیزان راه برین، الفاظ استفاده بکنین، کارانی که بکنین که در نهایت به نفع بلوچ ببین. مردم بلوچ گوشگ و انکار کنگ ملت بلوچ یعنی اجازه دادن بزایی کنگ حق ملت بلوچ. این گپانو بخاطر چیزی که من مردم اکثر شبکه کلمه چارن بخاطر مسائل مذهبی و فلان و فلان و فلان. شبکه کلمه متاسفانه سیاستی قبلا ما احساس کو داری برای فدرال در ایران داری چه کن تلاش کن. اگر شبکه کلمه برای ایجاد یک سیستم فدرالی در آینده ایران داری تلاش کن، پرچی داری ملت بوتن من بلوچا، ملت بوتن کرد، ملت بوتن عربا، کاسپیانا، لورا، پرچی داری انکار کن؟ آیا شبکه کلمه داری در راستای تمامیت خواهی دوباره داری تلاش کن؟ اگر نکن گر پرچیش لفظ ملت استفاده نکن؟ پرچی ای مجریان چه بلوچی چه غیر بلوچی انقدر من بلوچ نگوشن ملت؟ این سوالی که منو تا این بلوچ باید هر مجری شبکه کلمه من تو باید بپرسیم. پس تو من بلوچ بودن انکار کنه؟ اوایل که زاهدان مردمان چیست بودن همیشه نوشتش کردن نمازگزاران اهل سنت. چندین کلیپ ماده برادران و ما بلوچ بودن من انکار مکن، ملت بودن من انکار مکن. ما اهل سنت هستند درستند، بله منی بلوچان تا شیعه هم هست. من ملت بودن انکار کنه ملت بودن من یعنی انکار کنه پاکی حقوقی که من مروچ دارم مطالبه کنم. منی تی بیداری مروچ باعث بی مروچ منی تی بیداری اند که باعث بوده که گجران کم کم بیان تسلیم ببین. متاسفانه من بلوچ این کار پرش دور داتا. منو تی این بلوچ مروچ باید بیدار ببین. عزیزان عرصه سیاست مانند عرصه اقتصادند. عرضه و تقاضا. وقتی منو تی این بلوچ یک چیزی را تقاضا بکنی به ما تو عرضه کنگی بی. اگر منو تی این بلوچ هنو شوتی حق مگوشین، شوتی کامله حقوق مگوشین، حق تعیین سرنوشت مگوشین، حق حاکمیت ملی منو تو مگوشین و حق آموزش به زبان مادری من تو مگوشین، کلیه حقوق من تو مگوشین، ما ترا ندند. همین خاطر الان ما تو باید حق فریاد بجنیم. ما ترسین که گجر ناراض بی. گجر 100 سال که سرگردن من تو سوار بوده، ملت پدری در آورده، می سرزمین بو خاک یکسان کرده، می عزیزان شما گرفته. بازم من تو بیاین گجر راضی بکنی. باید ارزش بدین، باید احترام قائل ببین. پوتی ملت و پوتی مردم احترام قائل ببین. احترام قائل بودن نشین که تو حق نه لکتی حق پایمال. اگر تو اجازه دکتی حق پایمال بکنه، پس تو نشانه ایشین که تو به روات ارزش و اهمیت قائل نه. وقتی من تو به روات ارزش و اهمیت قائل مبین، مطمئن ببو که دیگر من تر اهمیت نده. پس بیاین شواتیم چی بکن؟ اگر مروچ مولانا عبدالحمید استفاده نکشه لفظ ملت بلوچ فقط بخاطر ایشین که فضای امنیتی دیگه مسائل دیگه چیزان پیدا مبین. وگرنه مولانا عبدالحمید زاند که با شما یک ملتین و زاند که لفظ ملت ایران اشتباه لفظی و بخاطر مقاصد سیاسی ایشش جوان کرده بود. هر کجا فریاد بجان که من تو ملتی، من تو یک راجی، من تو قومنه، من تو این بلوچانه تا هزاران قوم ها. هر کس شمی مروچی تو اشکود که لوٹی تی حقوق انکار بکن، تی ملت بوتن انکار بکن، تی حق حاکمیت ملی انکار بکن، تی حق تعیین سرنوشت انکار بکن، همه الان جلوی بوشت و آگپی که حق و حقیقت عربیان